اگر رضا پهلوی شاه بشه چی میشه؟ تصور کن یه صبح بیدار میشی و میبینی رضا پهلوی شاه شد. نه کودتایی و نه رفراندومی، فقط یه توییت و یه مصاحبه و یه عکس رسمی. اولین سوال مردم چیه؟ خب شاه دقیقاً با چی قراره حکومت کنه؟ ارتش؟ نه. حزب؟ نه. نهاد؟ نه. فقط یه عنوان خیلی شیک گرفته برای خودش. تو خارج کشور چی میشه؟ طرفداراش جشن میگیرن و منتقدا میپرسن شاه قراره از لس آنجلس فرمان بده یا زوم پریمیوم میخره. تو داخل کشور چی میشه؟ بخشی میگن بالاخره شاه اومد و بخش دیگه میگن باشه. حالا شاه با کدوم اداره؟ با کدوم قانون؟ با کدوم بودجه؟ سیاست خارجی چطوره؟ غرب لبخند میزنه ولی دستی نمیده، چون شاهی که نه قدرت داره نه پایگاه، بیشتر شبیه یه پروژه رسانه‌ای تا شریک سیاسی. خود شاه کجای ماجراست؟ بین میخوام شاه باشم و من فقط نمادم تو رفت و آمده. آخرش چی؟ شاه شدن سخته؟ نه. ولی تاریخ یه چیزو ثابت کرده. تاج بدون قدرت فقط یه کلاه گرونه.